مثل الان بچه بره مهرم نمیاد وقتی میاد تصاعدی میاد. تا من چای میذارم شما یه ذره گوش بدین. من بلند حرف نمیزنم. قشنگ جا افتاده بچه ها. بله اینو بذار صاف کنیم. خب اینو الان چجوری بذارم که شما ببینین؟ بذار ببینم نمیتونم یه خورده کج کنم به سمت پایین. نه میفته نمیشه، پاچه هم ندارم. من فکر میکنم کجا بذارم تو. یعنی اینجا بذارم میرسد یا نه. اینجا اگه باشین آره. There you go. خب این بچه ها خمیرمون قشنگ ببین چی شد. قرار بود که صبحی که لایو اومدم چجوری درستش کنیم و به همه نشون دادم. منتها راحت ترین راه برای من این بود که میدونی چیکار کنم، بیام لایو وقتی میخوام درستش کنم که همین ویدیو رو اینجا سیو کنم. قسمت اولش رو یوتیوب ببینیم که یکم طولانی تر شده، در مورد خیلی چیزای دیگه هم صحبت کردیم و کار و بار زندگی من این چند وقتی که گذشته. بعد قسمت دومش که اینجا افتاده و میخوام درستش بکنم و اینجا ببینیم. اون خمیری که درست شد. آها چیزم اینا رم درست کردم، سینیامو درست کردم، توش آرد پاشیدم، سبوسم ریختم که حالا هر خمیرم که در آوردم ورزش دادم 2 تا تیکش کنم که نونه رو درست کنم. ببین خواستم نشون بدم که ببین چه شکلی میشه توش. میبینی؟ اینجوری
واسه خمیرتون رو میندازین، شروع میکنین ورز دادن. دورین نمیبینم چرا دیگه آرایش نمی کنیم مثل قدیما. ببین برای اینکه بیرون نرفتم از خونه، سر کار نمیخواستم برم که لازم باشه آرای بارای کنم، نکردم. خاطر نگاه فکر کنم چی آخر سر نونوایی بزنید دختر. ببین میدونی موضوع چیه؟ اتفاقا من آشپزی من خوبه، خیلی هم در مورد موضوع فکر کردم. قدیما قبل از طلاقم صحبت میکردیم که یه جا از این بدن بریکفست ها بزنیم و کار کنیم و فلان اینا، ولی داستانش اینه که من برای عزیزان، برای کسی که دوست دارم دلم میخواد وقت بذارم. وقتی که مجبور باشم اون عشق و حالی که بهم میده در درست کردنش نمیده، واسه همین خوب در نمیاد. وقتی دلت با یه چیزی نباشه خوب در نمیاد. سینی ها رو میاریم، اینو دوتا تیکه میکنیم، میذاریم این دوتا توی سینی هم نشون توی سینی میذاریم، بعد میذاریم به اندازه که من مایه روی این رو درست کنم. و اینم که میخوایم بزنیم توی یه خورده حالت نونتون قرار درازی باشه دیگه. یکی اینم دوتاش. دیگه مجبور گوش بدیم دیگه، نمیتونم بزنم آهنگ بعد. شاید هم بتونم. بچه دستم چیزه آرتوشه، دستم رو نمیخونه. شب خیلی زندگیم گفت به من، روز بعد زندگیش یادش رفت، در دلش وسوسه‌ای بیدار شد. این دوتا رو گذاشتیم اینجا. این دوتا شهری ننه یزید شد. لحظه رفتن اون سرد شدم، یخ زدم وقتی خدا حافظ کن. بعد اینا رو دوباره اینو میذاریم روی این این باشه. بیایم بریم اونور. باتری ندارید که؟ جان من از بدنم میرفت و داغ
شدم. خب اینجا این حرکت رو الان باید انجام بدیم بچه ها. این خمیره که روی بذار من چایمو درست کنم. برای روی خمیره باید یه چیزی درست کنیم که الان اونو با هم دیگه درست میکنیم. این چایی هم دم میکشه، میشیم با نخودچی با هم دیگه میخوریم. عزیزم به اعصابتون مسلط بشین. خب برای این یه خورده آب لازم داریم، 1-2 قاشق آرد، واقعا هیچ میزان و چیزی نداره، به اندازه مثلا اینقدر الان تو این آبه. خب توی پارت یکی که تو یوتیوب گذاشتم یه قاشق چایخوری شکر داشتیم، این اون 1 قاشق چایخوری است. اینو میریزیم این تو، 1-2 قاشق آردم بهش اضافه میکنیم، به اضافه یه خورده بیکینگ پاودر. من در انقدر میریزم. زیرش رو روشن میکنیم تا بقله. بعدم هی همش میزنیم. یه جنسش میدونید چی میشه؟ مثل جنس مدل فرنی میشه، مثلا یه ذره غلیظ میشه. بعد اونو با براش بعد از اینکه نونتون رو مدل بربریش کردین، راهش کردین، اینو روش میزنین. قلمبک هایی که توشه رو دارم چیز میکنم، میمالم به دیوارهای این که باز بشه. آب نباشه. یه باسنت خوب شد زنبور زد؟ نه خیر، از دردش درد دیگه نداره ولی میخوره کله رو. دیگه نمیشد دیگه. اگه فکر کنین که من الان برای اینکه بیام پارت 2 این نونه رو بزنم برم آرای بارای بکنم بیام اینجا، سخت در اشتباهی. دوستان جواب بدین، به نظرتون همه زن و شوهرها که با هم زندگی میکنن و پول دارن خوشبختن؟ خیر، قطعا خیر. طرف ما برق رو قطع کردن. خب شروع شد دوباره، همه دوباره برق رو قطع میشه، آب قطع میشه. تولدت مبارک آنی خانم. آره اینو سیف میکنم 100%، به خاطر اینکه میخواستم یه ویدیو درست کنم، دیدم راحت ترین کار برای خودم که حالا بعد بخوام نشینم اینجا مثلا ادیت کنم، اینو بذار اونو بذار، اینه که بیام لایف پرش کنم بعد همین رو سیف کنم. ببینم. بله ازم، حقوق‌های آمریکا قابل قیاس نیست با اروپا، در ضمن مالیات کمتری هم میدن نسبت به اروپا. البته اینجا هم بستگی داره ها، بستگی داره چقدر پول در بیاری. بعضیا مالیاتشون خیلی بالاه ولی از اروپا واقعا بهتره. من یادم اروپا واقعا
خیلی زیاده. مولوک اومده. سلام مولوک جان، خوش آمدی. خب اینو باشه میذاره واسه قول بزنه. یه سوال بپرسم راجع به آشپزی. بپرس امیر حسین خان. نه من عاشق دخترتم. قربون محبتت. گزیدگی زنبور با ماست خارشش کم میشه. راست میگی فریبا، دهنم سرویس شد. دیروز میدونی چیکار کردم؟ ونمشو که با این ونم ساکر رو سر کردم در بیارم، نمیدونم چیزی در اومد یا نیومد، ولی پشتش بلا فاصله بیکینگ سودا و سرکه رو با هم دیگه قاطی کردم، اینجوری مثل پیست دادم روش. حالا کلی کارای یارد هنوز مونده بود، من که ول نکردم. با همون ننه یزیدی رفتم بیرون لی دوله بقیه کارا هم کردم. مثلا خواستم ریک کنم اینجوری از دور اینجوری میکردم بغل خونه زنبوره که جمع کنم اونایی که گذاشته بودم. معرضم داره طرف دیگه. اینو ببین، میخوام ببینید داره چجوری میشه. میبینی از دورش، میبینی اینا داره غلیظ میشه، جنسشو میبینی، همینجوری باید بشه. خلاصه با اون وضعیت دوباره رفتم بیرون، چیز کردم، بقیه چیزی که باید جمع کردم و جمع کردم. شک نکن. فقط یه ذره از این چیزا مالیدم روش، سرکه و اپل سایدر وینیگر با هم قاطی کردم زدم روش. نگار جان دوست پسرم با هم قرار کرده جواب پیاممو نمیده، چیکار کنم؟ چی بگم والا؟ ببین برای چی جوابتو نمیده. اگه خود چسکن به برق زده برو پی زندگیت. اگه یه کاری کردی که جوابتو نمیده خودتو درست کن، سعیتو بکن. خب این غلیظ شد بچه‌ها دیگه، بسشه. نگاه کنید، نمیتونید اونجوری که نمیبینید. میخوام ببینید چقدر غلیظ شده. ببین، میبینی؟ بعضی حتی رقیق‌ترش میکنم. من با همین جنس که دیروز نون درست کردم خیلی جواب داد. به من که جواب داد، به شما نمیدونم. خب صبر کنم ببینم که اینجا چه خبره. شما باچه‌تون در چه حاله؟ ای بابا چه وضعیتی داریم ما. این دوباره بریم سر جامو بچه. نگهتون دارم تکون نخورید مثل اون دفعه. بریم دوباره آهنگی مورد علاقه من رو بزنیم، شروع کنیم باهاش نون پختن که خدا رو خوش بیاد. خب شما بشینید اینجا. خواستم شیپ بدم به این نونا، باید دستم رو خیس میکردم، راحت نمیتونستم. نگار جان مامانم سرطان مری بدخیم داره، باید درمان شه. تو رو خدا من چه کمکی بکنم عزیزم؟ از من چی برمیاد؟ خدایا کسی چی شد من نفهمیدم عزیزم. خیلی خوب بریم. میتونست بیشتر بشینه ها، هرچی بیشتر بشینه و بذاریم بمونه پفش خورده بیشتر میشه بچه ها. ولی دیگه من میخوام با رسا بشینم فیلم ببینم، میخوام زودتر اینو درستش کنم.
دارین درستش میکنین حواستون باشه که میزان خمیرتون یه نواخت همه ورش بهتر در میاد. آخر سرش مثلا یه جاهایش خیلی نازک نمیشه، یه جاهایش خیلی کلفت. اگه دیدین جایش خیلی چیز شد اضافه کنید، از این ور هلش بدین بره اون ور. تفاوت نون بربری هم با بقیه نونا اونجوری که دفعه قبلی بهتون گفتم میزان استراحت و میزان آب توی نونه. همه این نونا فرقاشون با هم دیگه تو همیناست. ببخشید من نگاهتون نمی کنم بچه ها، دقت میکنم روی نون. راستی رفتم خونه مهناز عصری هم یادم رفت نون قدیمی رو ببرم، حالا از همین نوعه بهش میدم فردا. من با انگشت کوچیکم دوست دارم بکنم که راهش یه ذره مجلسی تر باشه. همه خوابن الان. من گفتم واقعا به خاطر اینکه راحت تر بود بیام لایو که ویدیوشو بعدم سیو کنم، اومدم لایو که نخوام هی بعدم برم بشینم ادیت کنم. این قسمت دوم نونمونه، چون همشو نمیشه توی یه لایو گذاشت، باید درست کنی بذاری بشینه استراحت کنه. بعد که اینا رو درست کردم میام قشنگ نگاه میکنم جواب میدم حرف اگه داری میزنی. شیپ‌های مختلف هم درست کردم و گرد درست کردم. از این مدل درازی عین خود نون بربریای ایران هم درست کردم، ولی این بهترین اندازه و سایز برای این پن من که توی آون من جا میشه. اگر که اون یکی آون بزرگم درازه میشه، یعنی بزرگتر از این یکیه، یه ذره بزرگتر، راستش رو خیلی هم بزرگتر، اصلا بزرگتر نیست، همونقدر، یه ذره بزرگتره، ولی باید سینی بزرگتر داشته باشم که بتونم از اون درازی ها درست کنم. دیشب نصف شب کمردرد خوابم نمیبرد، حالم بد بود، آلرژی بد، نمیتونستم بخوابم. ساعت 2:45 دقیقه بلند شدم، دیدشم تو آنلاین چی نگاه میکردم، وود آون، آونایی که مال بیرون هستش که چوب میندازی زیرش، مال پیتزاه. چون فکر میکردم از اونا داشته باشم بیرون خیلی حال میده، یعنی مثلا بگم یکی بیاد با آجر بسازه خیلی حال میده. خب اینا راهاش انجام شد، قربون موفق شد. اینو بزنم تو سینک.
که غلیظم بود میزنیم روش. تمام دور تا دورش رو قشنگ از این بزنید. اینه که باعث میشه اون روش اونجوری خوش رنگ میشه. آرامش تمام، هیچ عجله‌ای در کار نیست اصلا، خیلی هم نداره. تو هستی دروازه های دلم را شکستی. شما آهنگ مناسبی نیستیم و نپسندیم، میریم آهنگ بعدی. اکنون شما با هم دیگه دارین گپ میزنین، بزنین نصف شب تو تخت خواب. ارمنی به نظرم میاد. ملودیش ارمنیه نه بچه ها؟ اسمش کومیتاس کوارتت. ببینیم کیه یارو. کومیتاس اسمش. زدیم آونمونم گذاشتیم روی 420. سیاه دانه ترکیه، آرمنیه، اینم ارمنیه. رفتم توی رادیوی ارمنی، خیلی موزیکاشون قشنگه. یه تاثیر عثمانی داره توشا. سرخیز نیستم ولی قبلا تو شب میخوابم تو 11. مگه نون برابری تخم مرغ رومال میکنن؟ تخم مرغ نبود، آرد بود، آرد و آب. اول لایو نبودی.
حالا قسمت مهمی که میخوام بهتون بگم اینه که الان من هر دفعه با هر متدی بذار اینا رو بذارم توی آون علل حساب. فرینه ها رو کجا با هر متدی تا حالا درست کردم نونه برای اینکه نازکه زودی میپزه اما اون رنگ طلایی رو نمیگیره. بنابراین من هر دفعه پختم مثلا دیروز با همین گذاشتم تا 8 پخت ولی قشنگ معلوم بود توش هنوز آب داره. خب بنابراین من دوباره گذاشتم باشه. حتما روش رو باید برویل بکنید آخر سرش وگرنه روش سرخ نمیشه. یعنی هر ویدیویی هم که من دیدم میگه قربونتون والا میذارتش تو آون نون تموم شده رو نشون میده. هیچ کدومش هم نمیگه باید برویل بکنید. من نمیدونم یا من یه چیزی رو میس میکنم یا آونم درست نیست یا مطمئنم اگر توی این بود آونا بریزی. مرسی سولماز جون. حتما روش زیرش یه جوری سرخ میشه روش هم یه جوری دیگه ولی اینجا باید برویلش بکنی به اندازه چند دقیقه و وایسیم بالا سرش وگرنه مثل اون یکی ننه ای از این چیز میشه نونش فرشته میشه مثل دیروزیه. الان من چایمو میریزم میام میشینم پیشتون تا این نونه 10 دقیقهش بگذره بهتون نشون بدم سر 10 دقیقه چه شکلی میشه. یا پنیک نکنید میگه این چرا اینجوریه بعد بذارید 10 دقیقه دیگه هم بپزه چون اونجوری سنگ میشه. اون 10 دقیقه پختنه براش بسته کامل. هرچی بیشتر بذارین تو آون بمونه نونتون سفت‌تر میشه. نونه 8 دقیقه تا 10 دقیقه پختن براش بسته. سعی کنید روی کنترتون رو مخصوصا اگر روش نون و اینا میپزین از این مایه های تمیز کننده تمیز نکنید.
خب راسته که تو اتاقش سرمون پیش میسا میخواد شب پیش میسا بمونه. زندگی سینگل مامی سخته نگار جون، خیلی سخته. موقعی که زیر یه سقف با کسی که انتخابش کردی پدر بچه‌هات باشه با هم دیگه هستیم، جنگ و جدال و دعواتون میشه، با مدل تربیت کردن همدیگه کنار نمیاین، مشکل خودشو داره. وقتی میایم بیرون ممکنه هر کدومتون اعصاب روحی خودتون راحت تر باشه، ولی همچنان تربیت این ور خونه اون ور خونه فرق میکنه. همش در جدالی که بتونی سعی کنی اینا رو به هم دیگه نزدیک کنی. تازه من جزء خوباشم، من جزء عالیاشم از نظر ارتباط بین همسر سابق، من جزء خوباشم. چی شده؟ خیلی ماهی حالم با قربونت برم فریبا جون، ماهی از خودته عزیزی دلی. کیا ایرانیان؟ دستتون ببرین بالا ببینم این موقع شب صبح شما چرا بیدارین؟ نونهای ندیدم. Nigar, can you please share the name of the album you're playing? Well, actually there is this song. میگم بهت الان پیداش کن. من این آهنگر رو خیلی دوست دارم. اسمش ارزموری شرور. ارزموری شرور. اسم آرتیستش ارکسه. ARAX. موزیکاش خیلی قشنگه. خیلی برای کلاسای یوگای من خوبه. بعد من اون رو میزنم میرم تو رادیویی که همه آهنگای شبیه اون به من نشون بده. میگه ما تا هستیم جارو هم بزن. جارو زدم قبل از اینکه برم وگرنه الان میزدم. من که تعارف ندارم. آره. خب پاریس باز خوبه. تو پاریس الان چی خوبه؟ ساعت 2 صبح. هر جا باشی به جز آمریکا، کانادا الان دیره. استرالیا صبح زودتونه. صبح زودم نه. ساعت 11 تونه صبح. چقدر دلم میخواست ایران بودم. فشار مهاجرت انقدر زیاد احساس میکنم دارم خورد میشم.
اونایی هم که ایرانن میگن کاش ایران نبودم، این فشار بی آبی و بی برقی و بی گوزی رو نداشتم. همیشه هر کس هر جا هست یه بره کار میلنگه. چقدر خوب بود میتونستیم همون جایی که هستیم، همونی که هست و داریم و باهاش کنار بیایم، ولی نمیشه دیگه چون ما آدمی زادیم. ایران 4 و 7 دقیقه است. حالی جونم، thank you. خب لس آنجلسیه که الان زودتون، تازه سر شبه. عصر اخ از گیلان. سروینه جانم مرسی عزیزم. بذار موزیکو قطع کنیم. نون پخت. الان من تا تمیز کردم شد 10 دقیقه. خب بیایم الان به شما نشون بدم این نونو. وقتی بهتون میگم میگین نه، نگین نه. نگاه کنیم بچه ها. ببین الان این سیستم نون است. پخته، پفش هم کرده، اما سرخ نشده روش. الان من چی کار میکنم؟